سرخط خبرها. نگرانی مقامداران تاجیک از پایمال شدن حقوق مهاجران و دانشجویان تاجیک در خارج کشور. لطوکوبی آموزگار در روز آموزگار. وزارت معارف حادثه را شرح داد. امریکا 3 شهروند تاجیکستان را که با گمان همکاری با داعش دستگیر شده بودند به روسیه و تاجیکستان برگرداند. ترکیه اصطلاح آسیای مرکزی را به ترکستان عوض می‌کند و یک خواننده مکتب در دوشنبه خواننده دیگر را با تبر زخمی کرده است. سلام بینندگان عزیز، در نشر نوبتی برنامه 97 روز از استودیوی یورتیجی شما را با مهمترین خبر و رویدادهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. ایدیبک سعید هستم و شما را در این برنامه همراهی می‌کنم. تاجیکستان از پایمال شدن حقوق شهروندانش در جریان تفتیشات هنگام ورود به روسیه نگران است. در این باره سروزیر کشور قاهر رسولزاده در جلسه کمیسیون بین‌الحکومتی دو کشور در دوشنبه اظهار داشت. سروزیر قید کرد که در مرز هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان از جمله اعضای هیئت‌های رسمی، دانشجویان، پیرانسالان و کودکان ساعت‌ها و حتی روزها نگاه داشته می‌شوند. هفته روان وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین موحدالدین نیز از پایمال شدن حقوق شهروندان تاجیکستان مخصوصاً مهاجران و دانشجویان تاجیک در قلمرو یک قطار کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نگرانی کرد. قبلا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت تاجیکستان در روسیه به شهروندان توصیه داده بودند که در رابطه با نظام نظارت پرزوری ورود شهروندان خارجی از سرحد در گذرگاه‌های زمینی و هوایی موقتاً از سفر به روسیه خودداری کنند. وزارت معارف و علم تاجیکستان وابسته به مسئله لطوکوب شدن آموزگار مکتب میانه رقم 8 شهر وحدت رجب و فیضخان واکنش کرده گفت همه گونه رفتار کردارهایی که شأن و شرف و موقع آموزگار را در جامعه پست می‌نماید محکوم می‌کند. لطوکوب شدن رجب و فیضخان 6 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر گردید. این آموزگار در مراجعه‌نامه خود در یک گروه فیسبوکی نوشت که روز 5 اکتبر در روز آموزگاران والدین یکی از خوانندگان مکتب مذکور به اجازت به درس درآمده در نزد خوانندگان به یگان پرسش او را لطوکوب کردند. او می‌نویسد در نتیجه چنین رفتار وحشیانه این والدین از لطوکوب زیاد در بیمارخانه شهر وحدت بستری شده است. وزارت معارف از جانب سریمساق و فیروزه مادر مومن و شهزاده خواننده مکتب رقم 8 شهر وحدت لطوکوب شدن آموزگار فن تاریخ و حقوق رجب و فیضخان را تصدیق کرد. گفته می شود که عمل صادر نموده شهروند سریمساق و از جانب مقامات کارهای داخلی مورد بررسی قرار دارد. مقامات امریکا از 8 شهروند تاجیکستان که ماه ایون سال جاری با گمان ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی گروهی در تاجیکستان ممنوع بازداشت شده بودند 3 نفر را به تاجیکستان و روسیه برگرداندند. طور شبکه تلویزیونی CBS نیوز روز 6 اکتبر با استناد به منابعش خبر داد باز 4 شهروند تاجیکستان در بازداشتگاه اداره حفظ مهاجرت منتظر اخراج از این کشور هستند. آنها احتمالاً در هفته آینده برگردانیده می شوند. تنها 1 نفر از بازداشت شده ها منتظر بررسی پرونده اش است. روز 8 ایون در یک عملیات مشترک در لس آنجلس، نیویورک و فیلادلفیا 8 شهروند تاجیکستان بازداشت شدند. منابع امنیتی آمریکا اول آنها را در ارتباط با گروه تروریستی دولت اسلامی گمانبر کرده بودند. بعدا آنها به نقض قانون مهاجرت متهم شدند. مفتشان گفتگوی تلفنی و مکاتبه گمانبران و همچنین فعالیت آنها را در شبکه‌های اجتماعی تحقیق کرده‌اند. ترکیه اصطلاح آسیای مرکزی را به ترکستان عوض می‌کند. وزارت معارف ملی ترکیه درباره وارد نمودن تغییرات کلی به برنامه تعلیم تاریخ اعلام کرد. طبق روش نو اصطلاح آسیای مرکزی به ترکستان عوض کرده می شود. کارشناسان قید می کنند که این تغییرات یک قسم استراتژی فراگیرتری تحکیم رابطه ها در جهان ترکی از جمله ایجاد تاریخ عمومی، ادبیات، خریطه ها و الفبا می باشد. یک پروفسور ترک احمد تشگل شرح داده است که کلمه ترکستان که معنای وطن ترک ها را دارد و گویا از دوره های قدیم تاریخ استفاده می شد و گفته او در نیمه دوم عصر 19 در نتیجه هجوم روسا اصطلاح آسیای مرکزی به جای نام ترکستان جاری و پهن کرده شده است. یک دوسنت دیگر ترک رامین صدیق گفته است که هم ترکیه و هم ترکستان معنای منطقه اساساً ترکنشین را می‌دهد و چنین می‌شمارد که این تغییرات نه تنها برای ترکیه بلکه برای تمام جهان ترکی و اینچنین برای کشورهای شریک دولت‌های ترکی ارزشمند است.
дар душанбе як гурӯҳ ноболиғон барои муноқиша намудан дастгир карда шуданд. раисати вазорати корҳои дохилӣ дар душанбе хабар медиҳад ки дар пайи ин муноқиша як ноболиғ ботабар ба гардани ноболиғи дигар зада ба ӯ ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. ҳодиса 7 октябр байни хонандагони синфҳои 10 мактабҳои рақами 42 ва рақами 30 душанбе рух додааст. мақомоти милитсия мегӯянд 8 нафар иштирокчиёни муноқиша дастгир карда шуданд. гуфта мешавад вобаста ба ҳолати мазкур маводҳои зарурӣ тартиб дода шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. бинандагони азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳои Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз ҳамонаи мо ёртиҷӣ ва саҳифаҳои он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.